سوال از استاد محترم جناب آقای دکتر محمد امین احمدی برای صحبت دعوت می‌گردد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. با اجازه حضار محترم و گرامی، به طور خاص جلالت محترم رئیس جمهور، بنده صحبتم را به اختصار ذیل عنوان تاریخ نگاری از نگاه پوهان دکتر محمد حسن کاکر ارائه میکنم. تاریخ به مثابه یک علم، همون گونه که اشاره شد از نگاه مرحوم کاکر تاریخ یک علم بوده است. از نگاه کاکر تاریخ از سنخ علوم تجربی است و لذا تابع روش تحقیق تجربی است و مانند سایر علوم متشکل از مؤلفه‌های ذیل می باشد. یک، داده ها و فکت ها. مراد از فکت ها وقایع تاریخی است، یعنی امور واقعی جزئی که در گذشته به صورت یک رویداد رخ داده و یا وجود داشته است. مورخ در صورت کارش علمی محسوب می شود که تابع فکت ها باشد و فکت ها را از منابع معتبر به دست آورد. این منابع می تواند اسناد آرشیفی، تحقیقات زبانشناسانه و فیلولوژیک و اکتشافات و تحقیقات باستانشناسانه و مردم شناسانه باشد. با باور کاکر این گونه منابع نسبت به منابع چاپی از اعتبار بیشتر برخوردار است، چون آثار چاپی محصول تفسیر و گزینش نویسنده است، نه شناخت مستقیمتر از فکت ها. دو، مطالعه داده ها در چارچوب روابط علی و معلولی و کشف این رابطه میان آنها. از این رهگذر مورخ به مرحله سوم صعود می کند و زوایای تاریک تاریخ را روشن می کند. برای مثال می فهمد چرا امیر عبدالرحمن با آن سوی آمودریا در بدخشان لشکر کشید و یا منشأ نژادی هزاره ها چیست. 3. ابداع یک نظریه تفسیری در تبیین داده ها به منظور پاسخ به یک پرسش تاریخی که داده ها مستقیما بر آن دلالت ندارد. برای مثال پرسش های چون منشأ نژادی هزاره ها چیست و یا این که این گروه قومی چگونه و به چه زمانی به تشیع گروید، خاستگاه و سرزمین قدیمی افغانها کجاست، از این طریق پاسخ داده می شوند. در واقع اختلاف مورخان بیشتر در این قسمت پدیدار می گردد، چون این پاسخها بعد تفسیری و تبیینی دارند. در این بخش است که به باور مرحوم کاکر تفسیر معتبر و علمی به حساب می آید که اولا متکی بر داده ها و فکت های واقعی و تحریف ناشده باشد. ثانیاً بهترین تفسیر از مجموع داده ها به دست دهد، تفسیری که رابطه علی و معلولی آنها را روشن ساخته و همه شمول بوده و از سازواری منطقی برخوردار باشد. مشکلات علم تاریخ و تحقیق تاریخی در علمی شدن خود با دو مشکل روبروست که علوم طبیعی کمتر با آنها دست به گریبانند. الف، ابژه‌های در حال تغییر، چون در این علم انسان هم عامل و هم موضوع است. اینا دیدگاه‌های مرحوم کاکر هست و لذا به دلیل تغییر و تحولی که در انسان‌ها پدید می آید فکت‌ها تغییر می کند و یا ممکن است توسط خود انسان جعل شود. ب، تفسیر داده ها و گزینش آنها در چارچوب ایدئولوژی و جهانبینی مورخ. ممکن است مورخ در چارچوب وابستگی‌های ایدئولوژیک و پیش‌فرض‌های خیش به گزینش دلبخواهی داده ها پرداخته و آنها را تفسیر کند. از این رو ممکن است کار مورخ یک کار ایدئولوژیک از آب درآید. ایدئولوژیک به این معنا و مفهوم که مورخ آگاهی و معلومات خیش را در خدمت توجیه خواست طبقاتی، قومی و ملی خیش قرار دهد. و مرحوم کاکر در نقد برخی از مورخان افغانستان از جمله مرحوم میر محمد غلام محمد غبار و مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ از این مفهوم استفاده می کند. چند نکته تحلیلی. به اعتقاد این جانب پوهان صاحب کاکر مورخ صاحب سبک و به لحاظ تسلطش در روش تحقیق تاریخی از چهره‌های نادر در میان مورخان کشور ماست. در واقع تحقیقات روشمند اوست که به آثارش اعتبار اکادمیک بخشیده و توسط ناشران معتبر چاپ و منتشر و محل رجوع محققان خارجی قرار گرفته‌اند. اهل تتبع وسیع و گسترده بوده است و سعی کرده است حتی المقدور تمامی منابع مربوط به یک موضوع را به دست آورده از نظر بگذراند. برای مثال تاریخ ملی هزاره نوشته تیمورخانوف چاپ اسماعیلیان شهر قومی ایران را در کالیفرنیا در اختیار داشته است و با آن در کتاب تاریخ سیاسی و دیپلماسی افغانستان ارجاع داده است. با منابع آرشیفی دسترسی داشته و تسلطش بر 4 زبان
یعنی زبان فارسی، پشتو و انگلیسی، و مرادم از زبان چهارم زبان عربی است که فکر میکنم توانایی استفاده علمی از زبان عربی را نیز داشته است و که بله دسترسی وی را به منابع آسان و مستقیم و بلاواسطه ساخته است. همچنین میتوان افزود که در کنار این که وی یک مورخ حرفه‌ای است، نه آماتور، ترجمه ها و آثارش حاکی است که در حوزه فلسفه و اندیشه دینی و جریان های اسلامی معاصر نیز از شناخت و مطالعات خوبی برخوردار بوده است. تجربه نشان داده است که ایجاد حقوق شهروندی از طریق سیاست‌گذاری‌های اجتماعی یا سوشیال پالیسی که خطوط جنسیت، قومیت، نژاد، طبقه، منطقه و دین را در نوردد برای ثبات و شکوفایی حیاتی است. وقتی که دولت سیاست‌گذاری اجتماعی را به عنوان یک ابزار برای تأمین دسترسی برابر به فرصت‌ها ساخت، اجتماعی ایجاد می‌شود که به حس وحدت ملی و به باور مشترک در مورد سرنوشت مشترک می انجامد. این باور مشترک می تواند بر هویت‌های مجزا و پاره موجود غالب آید. سیاست‌گذاری اجتماعی دولت را از یک سازمان به یک باهمات یا کامیونیتی دارای احساس و تجربه مشترک تبدیل می کند. یک دولت، یک ملت، یک دولت. به این اتباع به این وسیله هر یک شهروند می شوند. با سپاس و تشکر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.